سلام، من مرضیه هستم و اینجا کانال خیاط شو. به خیاط شو خیلی خوش اومدین. جلسه قبلی پارچه رو برش زدیم و اقدامات اولیه دوخت مانتو رو انجام دادیم. الان وقتشه که دوخت مانتو رو شروع بکنیم. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. برای دوخت بچه‌ها باید مرحله به مرحله جلو بریم. معمولا لباس‌ها یک دوخت روتینی داره مراحلش، حالا به جز بعضی از لباس‌ها که حالت خاص دارن. مرحله اول دوخت هر لباس آماده سازی سجافه. من توی این مدل دیدین موقعی که داشتم برش می‌زدم سجافم دو تیکه شد. پس اولین کاری که می‌کنم میام تکه‌های سجاف رو به هم دیگه وصل می‌کنم. اما باید حواسم باشه. ببینید من باید قسمت سی افی که تیکه دوم سجافم بود رو بذارم قشنگ روی قسمت سی اف که وقتی که این دوتا دو راستای همدیگه قرار میگیرن این سی اف ها هر دو جلوی لباس بیفتن. و یه نکته خیلی مهم باید جوری تنظیمش کنم که وقتی این رو باز کردم این دوتا سی اف در راستای همدیگه باشن. الان اینی که من نصب کردم ببینید اینجا سی اف ها تو راستای همدیگه نیستن. پس با دقت میام لبه رو روی لبه قرار میدم و از اون زاپاسی که داشتم سنجاق رو میزنم و دقت میکنم که وقتی که بازش کردم این سی اف ها توی یک راستا قرار بگیرن. اگر این کار رو نکنیم بعد موقع وصلش به تنه دچار مشکل میشیم و مجبوریم حالا یه خورده این رو بکشیم این سجاف رو، بعد باعث میشه که جلوی لباسمون حالت بد بشه. خب پس من اینو دقیق روی همدیگه میذارم، دقت میکنم که قسمت بالای سجافم تکه دومش رو به قسمت پایین تکه اول وصل کنم که بعدا برام مشکلی پیش نیاد. خب حالا خیلی راحت این تیکه رو زیر چرخ میذارم و دوخت میکنم. شما اگر که سجافتون یه تکه است دیگه این مرحله رو شما ندارید. نخهای اضافه هم همون ابتدای کار توی هر مرحله نخهای اضافه رو هم بچینید که دیگه کارتون یه کار تمیزی باشه. خب این از تکه اول. تکه دوم رو هم من سجافش رو دو تکه رو به هم دیگه وصل میکنم و میریم برای قسمت های بعد. خب من دو تکه رو به هم دیگه وصل کردم. حالا باید این درز داخل رو باز کنم، یه اتوی خوب بزنم و بریم برای پاکدوزی لبه بیرونی. ما لبه داخلی رو اصلا سردوز نمی‌کنیم، پاکدوزی نمی‌کنیم، چون این قسمت قراره به سجاف وصل بشه و قراره به قسمت جلوی لباس وصل بشه و اگر ما این قسمت رو پاکدوزی کنیم یا سردوز بزنیم خب خیلی زخمی میشه. نیازی نیست این قسمت. ما فقط قسمت بیرونیش رو پاکدوزی می‌کنیم، حالا یا نوار اوری می‌زنیم که من می‌خوام نوار اوری بزنم که این رو هم یاد بگیرین. خب این تمام شد. حالا میرم تکه بعدی رو هم میدوزم. تمام دوختنی هایی رو که لازمه من الان میدوزم، بعد یه دفعه با هم دیگه میریم برای اتوکاری. ولی شما مرحله به مرحله هر دوختی رو که انجام میدین اتوتون رو هم انجام بدین. خب حالا میخوام دو تکه قسمتی رو که برای جلوی مانتومون طراحی کردیم دو تکهشو با هم دیگه وصل بکنم. من یکیشو وصل کردم، میریم که این یکی رو با هم دیگه وصل کنیم. ببینید اگر دوتاش که مخمل بود که یه جوری قرار میدین که رو به روی مخمل روی هم دیگه قرار بگیره، یعنی این مخملتون باشه و این سمت هم مخمل باشه رو به روی هم دیگه قرار بگیرن. اگرم که مثل من از آستری استفاده کردیم باز فرق نمیکنه. اینجا روی مخمله، اینجا هم روی آستر منه، رو به رو میذارم روی هم دیگه و فیکسش میکنم و فقط لبه خارجی رو میدوزم. لبه سی اف حلقه و سرشانه رو نمیدوزیم چون این قراره وصل بشه به تنه اصلی لباس. پس فقط این لبه خارجی رو فیکس میکنم با سنجاق و میدوزم. برای دوخت هم بهتره اگر از آستری استفاده میکنین از سمتی بدوزین که آستری رو به سمت خودتون باشه و مخمل زیر باشه که کنترل آستری براتون راحت تر باشه، چون یه مقدار آستری لیز میخوره. از روی زاپاس دوختی که گذاشته بودین دقیقاً از روی خط زاپاسی که گذاشته بودین دوخت میکنین. اگر که مثل من از این آهنرباها و مگنتا دارین از این استفاده کنین. اگر نه حتما رد زاپاس دوختتون رو به همون روشی که بهتون یاد دادم روی این تکه هم منتقل کنین. حالا من از این آهنربا استفاده میکنم و یه دوخت رفت و برگشت سرقائمی میزنم ابتدای کارم و شروع میکنم به دوختن. یک کوچولو موقعی که داریم دوخت میکنیم خیلی کم پارچه رو میکشیم، نه خیلی زیاد که کشیده بشه، خیلی کم خیلی کوچولو شروع میکنیم پارچه رو کشیدن و برای خب حالا ببینید ما میخوایم این کار برگرده اتو بشه و در نهایت به این صورت قرار بگیره روی بالا تنم. اما اگر ما این رو همین جوری ببریم و اتو بکنیم این به این شکل ممکنه بشه. ببینید ممکنه به این شکل بشه و این لبه زیری پیدا بشه و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. میخوایم وقتی روی لباس قرار میگیره کامل این حتی این قسمت روی مخمل بره زیر یه حدود 1-2 میل و ما اینجا اصلا درز دوختی رو نبینیم. برای این کار ما میایم
کامل لباس رو باز میکنیم، این تکه که دوختیم رو باز میکنیم، یه دوخت سنگین و نیش از این لبه روی آستری میریم، چون میخواد برگرده به قسمت پشت دیگه. پس ما دوخت سنگینمون رو همون قسمت پشت لباس انجام میدیم. پس ببینید من زاپاس دوخت رو کامل دادم به سمت آستری و حالا یه دوخت روی آستری میرم. حالا شما ممکنه پارچه اصلیتون این پارچه مخمل باشه، خب این قراره بره زیر دیگه. شما زاپاس دوختتون رو میدین به سمت اون تکه‌ای که قراره بره زیر، زاپاس رو کامل میدین به اون قسمت و یه دوخت سنگین روی قسمتی که قراره بره زیر که برای من آستره انجام میدم. خب میخوام تمیزدوزی لبه خارجی سجاف رو انجام بدم. ببینید من از نوار اوریب استفاده کردم، میتونید شما سردوز بکنید، ولی خب نوار اوریب زیبایی بیشتری به لباستون میده. همونطور که باید ظاهر لباس تمیز و بدون عیب باشه، داخل لباس هم باید یه حالت تمیز و مزونی داشته باشه. شما وقتی نوار اوریب بزنین به سجافتون و یا درس‌های داخل لباس، در واقع کارتون رو دارین مزونی و سکه‌دار میکنین. خب برای نوار اوریب زدن روش‌های مختلفی وجود داره که من راحت ترین و ساده ترین روشش رو میخوام برای این مانتو انجام بدم. ببینیم قسمتی که میخوام نوار اوریب بزنم، این قسمت بیرونی رو خب سمت روی پارچه رو میدم به سمت خودم. نوار اوریب به این صورته که شما میتونین این رو تا بزنید. وقتی تاش میزنین یه تای اون، این تای زیری به اندازه چند میل، ببین نمیدونم حالا چون مشکیه پیداست یا نه، به اندازه چند میل این تای زیری بیشتره. پس این که یک کوچولو بیشتره برای قسمت زیر لباس میشه، در حالی که روی پارچه روی لباس به سمت منه. من این رو تا میکنم میذارم اینجا، این در واقع این لبه رو میذارم وسط نوار اوریب و میذارم زیر چرخ و نیش دوزی میکنم. این لبه رو، این لبه نوار اوریب و من یه دوخت نیش میرم طوری که قسمت زیری رو هم بگیره. با دستم هم مرتب چک میکنم که قسمت زیری رو گرفته باشه. بعضی وقتا نوار اوریب میدوزیم بعد نگاه میکنیم میبینیم قسمت زیری آزاده. خب من این رو میذارم لب به لب به اندازه 1 میل من نیش دوزی رو انجام میدم و مرتب هم چک میکنم که قسمت زیری دوخت بشه. خب و نکته مهم، به هیچ عنوان نمیکشیم نوار اوریب. و نوار اوریب از اوریب پارچه درست شده و حالت کشسانی داره. شما اگر نوار اوریب رو بکشید و بدوزید، وقتی کارتون تموم شد، نوار اوریب حالتهای چین خوردگی زیادی توش پیدا میکنه و بسیار حالت زشتی به لباستون میده. پس بدون اینکه این رو بکشم، این رو میذارم روی نوار اوریب، نوار رو میبندم و شروع کنم دوخت نیش زدن بدون اینکه ذره من این نوار رو بکشم. نوار اوریبتون رو سعی کنید قبل از استفاده کردن حتما آب بزنید. نکته خیلی مهم، چون نوار اوریب ها هم آب رفت دارن، چون از جنس پارچه هستن. حتما قبل از اینکه استفاده کنید مثل پارچه‌تون نوار اوریبتون رو هم آب بزنید. خشک شد این مراحل رو انجام بدین، چون اگر این کار رو نکنین موقع اتو کردن و یا بعد از شستن این نوار اوریبتون جمع میشه، آب رفتش رو پیدا میکنه و جمع میشه و این سجاف شما دچار کشیدگی میشه. این نکته خیلی مهم بود. الان من این رو نوار اوریبش رو زدم و حالا میرم که یا اتو روش بذارم یا اتوی ساده. فقط حواسم هست که باز پارچه مخملم رو میذارم و اتو کاریم رو انجام میدم و میریم برای مرحله بعدی. خب حالا باید این تکه‌ای رو که طراحی کرده بودیم برای قسمت جلوی مانتو به پنل جلو وصل بکنیم. خب من یکیش رو نصب کردم، یکی دیگه‌اش رو با هم دیگه میدوزیم. میخوام این تکه رو به قسمت جلوی مانتو وصل کنم، اما بهتره که اول این دو تکه رو برای اینکه موقعی که میخوام نصبش کنم اذیتم نکنه، این دو تکه رو یه دوخت روش برم، هم برای اینکه این دو تا با هم دیگه وصل بشن، همین که پارچه من کشیه و شما ممکنه موقعی که دارید با این پارچه کار میکنید، حالا هی ممکنه تو دستتون این لباس جابجا بشه، اصلا قسمت جلوی لباس رو کش بیارین و بعد موقعی که میخواین دیگه مراحل آخریش رو انجام بدین رو سجاف رو نصب کنین، ببینین که با هم دیگه همخونی ندارن. پس من یه دوخت خیلی کوچولو به اندازه 3-4 میل از این لبه میرم، این دو تا تکه رو به هم دیگه وصل میکنم و میریم که بقیه مراحل رو انجام بدیم. ببینید حتی به اندازه یه پایه هم نه، به اندازه نیم پایه من یه دوخت میرم روی این قسمت که فقط این دو تکه به هم دیگه متصل بشن.
خب من این تکه ها رو دوختم. حالا تکه روی رو میذارم روی پنل بالا تنه و شروع میکنیم به چرخ کردن. فقط اینجا حواسمون باشه موقعی که داشتیم الگو رو روی پارچه برش میزدیم چند تا نقطه موازنه مشخص کردیم. یکیش نقطه موازنه کمر بود، خط کمر بود که هم توی الگو من این روی که هم توی قسمت بالا تنه این رو مشخص کردم، هم توی قسمت این تکه که برای تزیین یقه است. خب این دوتا رو روی هم دیگه میذاریم که بقیه قسمت ها هم فیکس بشن. خب حالا یه دوخت خیلی کوچیک باز هم به اندازه 3-4 میل روی این لبه ها میریم. نیازی نیست روی خط دوخت خود اصلی پارچه ما این رو انجام بدیم، چون این رد دوخت رو ما برای نصب سجاف میخوایم. پس یه دوخت خیلی کوچیک ما روی این تکه میریم. من یه مقدار این قسمت تکه بالا این بلندتره، بعد حالا موقعی که نصب کردم آرایشش میدم. همیشه هم سعی کنید موقع دوخت تکه که کوچکتره روی دست باشه. این الان این تکه کوچکتر سمت خودمه، اینجوری کارتون راحت تر میشه، تنظیمش هم راحت تره. خب حالا باید بریم سراغ وصل کردن سرشانه های پشت و جلو. یه خورده مراحل دوخت این مانتو با بقیه مانتوهایی که حالت عادی دارن متفاوته، چون ما یه دونه یقه ایستاده هم اینجا داریم. پس اول باید سرشانه های پشت و جلو رو به هم دیگه وصل کنیم. قسمت پشت رو میذاریم روی پارچه به سمت منه، یکی از پنل ها رو میاریم برای قسمت جلو، باز روی پارچه رو میذاریم به روی این پارچه. پس همیشه موقع نصب رو به رو قرار داره. سرشانه ها رو روی هم دیگه فیکس میکنیم و بعد سرشونه ها رو خیلی راحت میدوزیم. به هیچ عنوان قسمت سرشونه رو موقع دوخت نمیکشیم، به خاطر اینکه سرشونه توی اوریب پارچه قرار داره و اگه ما بکشیمش این کش میاد. پس خیلی آروم فقط با دستمون به این شکل این رو بازش میکنیم که اگر یه مقدار سخت زیر چرخ، مخصوصا اگه چند این هم لای کوبی شده باشه، این رو تا آخر میدوزیم. برای دوخت یقه ایستاده این مدل مانتو یه مقدار مراحل دوختش متفاوته، چون قراره وصل بشه به تنه اصلی و بعد روش سجاف کشیده بشه. خب من اول میام اون یقه‌ای که روی دولای باز انداخته بودم درز بغلش رو، درز در واقع سیبیش رو میدوزم. یه دوخت خیلی ساده و معمولی. خب من این قسمت رو درزش رو سبک کردم و اتو زدم. حالا دو تکه رو روی هم دیگه با سوزن فیکس میکنیم و شروع میکنیم به دوختن. برای دوختنش هم از این گوشه پایین، ببینیم قسمت هلال پایین اون هلالیه که به بالا تنه وصل میشه، این رو اصلا نمیدوزیم، بقیه قسمت ها رو میدوزیم. از این گوشه شروع میکنیم به دوختن، هلال بالا رو میدوزیم، دوباره میایم و به اینجا صفرش میکنیم. برای دوختن هلال بالا هم اول اینجا از ابتدای کار یه سرقائمه میریم، اینجا سوزن رو نگه میدارم، کار رو میچرخونم و هلال بالا رو میدوزم. خیلی آروم و اصلا هم نمیکشین که پارچه‌تون کش نیاد، چون قسمت هایی که هلال هستن توی اوریب پارچه هستن، این قسمت ها خیلی مستعد کش اومدن و دفرم شدن هستن. خیلی آروم این قسمت هلال رو میدوزیم. برای قسمت های هلال بهتره که درجه چرختون رو یه مقدار ریزتر از حالت عادی بکنید. مثلا اگر داریم با 2.5 میدوزین، 1.5 خیلی خوبه که درجهتون رو روی 1.5 یا حالا نهایتا 2 بذارید. خب دوباره به اینجا که رسیدم سوزن رو نگه میدارم، پارچه رو میچرخونم و این مسیر رو هم تا پایین میدوزم. حالا هم میتونید شما یک دوخت نگهدارنده یا دوخت سنگین بزنین رو کار، هم میتونید زاپاس دوختتون رو کم کنین. خب من اول میخوام که دوخت نگهدارندم رو بزنم. ببینید تکه پشت من یکی از تکه هام 2 تکه بود و درز داشت، این میخوام بشه تکه پشت. پس تمام زاپاس دوخت رو میدم به سمت تکه پشت و تا جایی که امکانش هست، چون تو قسمت هلاله، تا جایی که امکانش هست زاپاس رو ببینید، زاپاس رو دادم قسمت پشت سمت تکه‌ای که درز داره، این رو باز میکنم و یه دوخت سنگین، دوخت نیش، مثل همون دوختی که برای سجافا زدیم میزنم و با دستم هم چک میکنم که زاپاس به سمت پشت کار باشه.
خب برای نصب این یقه ایستاده به بالاتنه خیلی ساده عمل میکنیم. میایم وسط این یقه رو که مشخص کردیم از قبل، این خط دوخت من وسط یقه است، میذارم روی وسط یقه پشتم. وسط یقه پشت رو پیدا کردم، اینجا با یه کلیپ مشخص کردم و میام این قسمت رو میذارم روی وسط پشت، یعنی وسط یقه به وسط بالاتنه پشت وصل میشه. قشنگ دقیق فیکس میکنم و سنجاق میزنم. حالا ما اینجا یه نقطه رو مشخص کرده بودیم که یقمون از اینجا شروع بشه و روی بالاتنمون هم موقعی که داشتیم الگو رو رسم کردیم اینجا رو یه علامت زدیم. این ابتدای یقه رو میذارم روی این علامت، چون ما گفتیم که یقمون نمیخوایم تا این نوک بیاد دیگه، گفتیم یه مقدار فاصله میخوایم داشته باشه. میذاریم اینجا رو هم فیکس میکنم. این انتها هم همینطور میذارم روی این یکی علامت و اینجا هم با سوزن فیکسش میکنم. حالا باید یقه رو بدوزیم قشنگ، چون زاپاس دوختامون یکیه. قشنگ دقت میکنیم که لب به لب همدیگه باشه. اینجا رو هم فیکس میکنم. حالا من باید این قسمت رو زیر چرخ بذارم، اما قبل از اینکه زیر چرخ بذارم شما میتونین اگر که مبتدی هستین و بار اولتونه که این یقه رو میدوزین، این دوتا لبه یقه رو یه دوخت برین، مثل همون کاری که برای این تکه ها کردیم، یه دوخت روش برین که اینا به هم دیگه فیکس بشه. ولی خب من میتونم کنترلش کنم. میام اینا رو با هم دیگه اول با سوزن کوک میگیرم، مستقیم رو زیر چرخ نمیذارم، چون ممکنه موقعی که دارم زیر چرخ میذارم یک مقدار کشیدگی ایجاد بکنم توی این. پس من میام این لبه ها رو، لبه یقه و لبه بالاتنه رو با سوزن کوک میگیرم. خب حالا موقعی که دارم کوک میگیرم، نکته مهم، من این رو نمیکشم و کوک بگیرم. ببینین حالت دست من رو، ببینین حالت خود یقه رو میدم بهش و به این حالت من میام کوک میگیرم. به هیچ عنوان قسمت هایی از یقه رو که هلاله ما موقع دوخت نمیکشیم. پس به همین حالت من این رو قشنگ روش فیکس میکنم و کوک میگیرم. من این رو تا انتها کوک میگیرم و میریم که بذاریمش زیر چرخ. خب من اینو کامل کوک زدم. حالا چک میکنم، دوتا لبه رو میذارم روی هم دیگه، چک میکنم که این دوتا لبه دقیقاً قرینه همدیگه باشن که بعد موقعی که دوختن یکیش جلوتر یکیش عقب‌تر نباشه. حالا شروع میکنیم این مسیر رو میذاریم زیر چرخ کردن. شما دو جوری میتونید اینو چرخ کنید. این رو از اینجا شروع کنید چرخ کردن روی همون زاپاس دوختی که گذاشتیم، رد دوختی که گذاشتیم چرخ کنید و بیاین تا انتها. ولی من با اینکه سالهاست دارم خیاطی میکنم هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنم، چون ممکنه بر اثر کشیدن من یک سمت رو کش بیارم و ممکنه یک سمت دیگه بیشتر کشیده بشه. من همیشه میام از قسمت وسط شروع میکنم به دوخت تا این ور، بعد دوباره از قسمت وسط شروع میکنم به دوخت تا این سمت. تمام یقه هایی که پایه دارن برای بالاتنه سوار میشن رو من به این شکل دوخت میکنم و یک خروجی خیلی خوب و تمیزی به من میده. پس اگر دوست داشتین شما هم میتونید به همین روش انجام بدین. خب من میام این قسمت رو، وسط من اینجا بود، وسط بالاتنه اینجا بود، میذارم زیر چرخ با همون رد دوختی زاپاس دوختی که داشتم و شروع میکنم. برای دوختن هم به هیچ عنوان نمیکشمش، سعی میکنم همین فرم هلالی که داره حفظ بشه. اولش رو یه هفت و برگشت میزنم که محکم بشه و بعد شروع میکنم به چرخ کردن تا انتها و دیگه نختون رو قطع کنید. خب این سمت دوخته شد. حالا میریم برای دوختن این سمت. حالا چون این سمت من باید پارچه رو برگردونم و جلوی دستم نیست، و دیگه شما خودتون این سمت رو به همین ترتیب از وسط بدوزین تا قسمت انتها.